گروه لیتسنزیه‌کننده فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقصد آگاهی پیدا نمودن از وضع ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان به این ورزشگاه تشریف آورد. چنانکه که ضمن بازدید معین شد، عین زمان کارهای تعمیر و برقرارکنی در این ورزشگاه ادامه دارند. میدان ورزشگاه سبز گردیده از سبب سردی هوا هنوز برای بازی آماده نیست. اتاق‌های لباس عوض‌کنی فوتبال بازان و حجره‌های سانیتاری و گیگیینی در حالت خوب قرار دارند. قید کرده شد که دیرکتوری ورزشگاه و دیرکتوری کلوب فوتبال استرافشان وظیفه و دوست داشته خود را اجرا نموده ایستادند. نسبت میدان کارهای اگراری کردگی، کارهای اگراری دسته استرافشان دیرکتوری ورزشگاهی بختیار خالقوف کردگیان. دورو هم پوشیدن، قوم هم کردن، همه شدگی. لیکن از جهتی که باد و هوا این میدان امروز برای بازی که روزی 12 به این میدان و در میدان خود بازی دارند، این میدان برای بازی آماده نیست. حجره لباسی عوض‌کنی در سطح بلند نسبت حجره لباسی عوض‌کنی یگان مشکل نیست، لیکن یک مشکل دیگر هست که در حجره داورای یگان چی نیست، نه یک مبل نه کامپیوتر که کمیسر آماده کاربری کنند، یگان چی حالا نیست. متاسفانه درآمدگاه، نمای بیرونی ورزشگاه و جایهای نشست ورزشگاه هنوز تعمیر نگردیده در حالت ناگوار قرار دارند. بنابر اطلاع رهبر انشاءات‌های ورزشی فدراسیون فوتبال تاجیکستان رحمان مرتضویف، نشستگاه ورزشگاه باید پوره از نفسازی کرده شود. حاجتخانه جمعیتی ورزشگاه ویران و ولنگار است. قید کرده شد که باید از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری استرافشان برای اصلاح کمبودی‌های جای داشته تدبیرهای سودمند اندیشیده شود. اگر تا سنه 6 اپریل کمبودی‌های جای داشته اصلاح کرده نشوند، دسته استرافشان نمیتواند واخوری‌های خانگی‌اش را در این میدان گذراند.